الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. نماز دومین رکن اسلام است. نماز ستون دین است. نماز نور مؤمن است، نور دنیا و آخرتش است. نماز فاصله میان کفر و اسلام است. هر کی نماز خواند خونی از او حفاظت میشه، جانی از او در اسلام حفاظت میشه، آبرو عزتی از او در اسلام حفاظت میشه. و هر کی نماز را ترک کرد او از جمله مؤمنین نیست، او در صف اسلام قرار ندارد. فإن تابوا، الله تعالی می فرماید فإن تابوا، اگر این کفار و این مشرکین توبه کردن و کفر و شرک و اینها را گذاشتن، از اینها باز استاد شدن، و اقاموا الصلاة، و نماز را ادا کردن، نماز را خواندن، و آتوا الزکات، و زکات را هم دادن، فاخوانکم فی الدین، اینها در این صورت برادرهای دینی شما هستند. کسی که نماز نمیخوانه او برادر دینی نیست، و او من حیث یک برادر دینی همراهش تعامل صورت نمیگیره. یعنی وقتی که برادر دینی نشد دیگه درست نیست که بری از او دختر بدی، خواهر بدی. یعنی دختری مسلمانه با او داده نمیشه، دیگر او از دین انسان بیرون میشه. و اگر نماز نخواند دیگر او در مقبره مسلمان ها دفن نمیشه، و همچنان از مسلمان میراث نمیبرد. و اگر نماز نخواند دیگر او حکم کافر میگیره، نانی از او درست نیست ذبیحه از او را انسان بخورد. حدیثی را که خواندم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند یقینا بین مرد و بین کفر و شرک فاصله ترک نماز است. یعنی اگر انسان نماز را خواند او در دایره اسلام است، اگر نماز را ترک کرد او از دایره اسلام به دایره کفر و شرک رفته. و حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماند العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. فاصله میان ما و میان اهل کفر نماز است. اگر کسی نماز ترک کرد او کافر است. در روز قیامت از مجرمین پرسان میشه چی چیز شما را داخل جهنم آورد؟ قالوا لم نکو من المصلین. باز در جواب میگن که ما از جمله نمازگزاران نبودیم، نماز که نخواندیم، ترک نماز ما را سبب شد که به جهنم بیاییم. الله تعالی در وصف کسانی که نماز را ضایع میسازند، نماز نمیخوانند، یا نماز اگر بخوانند به طریقه درست هم نمیخوانند، گاهی میخوانند گاهی نمیخوانند، یا از وقتش نماز تیر کرده میخوانند، الله تعالی میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. بعد از انبیا مردمان ناخلفی آمدند، اضاعوا الصلاة، نماز را ضایع ساختند، نماز را نخواندند، ترک کردند، یا یک وقتی را خواندند وقت دیگری را نخواندند، یا نماز خواندند ولی به طریقه اسلام نخواندند.
و تابیداری شهوات و خواهشات خود کردن، اینها فسوف یلقون غیا، زود است که واقع میشن، داخل میشن غیاً، یکی از کنده های دوزخ را. یا زود است که این گمراهی خدا، ترک نماز گمراهی است، زلالت است و این نتیجه گمراهی خدا در قیامت میبینن. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه میفرماید: لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة، کسی که نماز را ترک میکند برای او در اسلام هیچ سهمی نیست و از سهم اسلام بیرون میشه. وقتی که از سهم اسلام بیرون شد، یعنی گویا این که در دایره کفر رفته دیگه. عبدالله بن شقیق رحمه الله، یکی از تابعین است، میفرماید: کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفر الا الصلاه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ عملی را ترکش کفر نمیدانستند بجز نماز. ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: من ترک الصلاة فقد کفر، کسی که نماز را ترک کرد او در حقیقت او کافر است. و همچنان جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما می فرماید: من لم یصلی فهو کافر، کسی که نماز نمیخوانه او کافر است. در روز قیامت اولین حسابی را که انسان میدهد حساب نماز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت فقد افلح و انجح. اولین حسابی که انسان در روز قیامت به او حساب میده و بالاش حساب میشه نماز است. اگر این نماز صحیح بود و این نماز سالم بود، در حقیقت انسان کامیاب شده. اگر این نماز فاسد بود و این فسدت فقد خاب و خسر، اگر نماز فاسد شد، نماز از بین رفت، در حقیقت انسان در زیان است، در تاوان است، در تباهی است. به حدیث ترمذی روایت کرده و تحسین هم نموده. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا، کسی که نماز را حفاظت میکنه، نماز با پابندی میخواند، روز قیامت این نماز برای از این انسان نور می باشد، روشنی می باشد و همچنان دلیل برش می باشد که الله تعالی این نماز سبب دخول جنتش میگردارد. اما کسی که این نماز حفاظت نکرد، روز قیامت با فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف رؤسا و بزرگای کفر حشر میکند. الله تعالی از آنها ما را نجات بدهد. چون این رؤسای کفر چیز مانع نمازشان شده بود؟ فرعون جاه و سلطنت و پادشاهی مانع نماز شده بود. هامان وزارت و وظیفه دولتی اینها مانع نماز شده بود. قارون مال و سرمایه و زندگی مانع نماز شده بود. ابی ابن خلف یکی از تاجران قریش، ایرا تجارت و همچنان مال و سرمایه و زندگی مانع نماز شده بود. پس هر کسی در امت شباهتی از اینها را میکنه، مال و جاه و سرمایه و زندگی و پادشاهی و منصب و حکومت و غیره ایرا اگر از نماز مانع می شود، پس در حقیقت با رؤسای کفر در او روز حشر می شود. الله تعالی جزای بدی برش تعیین کرده. کوشش کنیم که ما این نماز از ضایع نسازیم که خدای نخواسته روز قیامت با این
انسانهای مجرم رفیق جور شویم، یار جور شویم. تاریکی نماز همیش دلش تنگ است و همیش زندگی از او زندگی موفق نیست. گاهی در خانهش مشکلات داره، گاهی همراه اولاداش مشکلات داره، گاهی همراه همسرش مشکلات داره، گاهی همراه پدر و برادر و خواهر و غیره خویش و اقربا، گاهی هم همراه قومش، همراه مردمش مشکلات داره. تاریکی نماز زندگی تنگ است. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله تعالی می فرماید کسی از ذکر ما، از یاد ما، و نماز بزرگترین ذکری الله تعالی است، اقیم الصلاة لذکری، از این اعراض میکنه، فإن له معیشة ضنکا، بر از او زندگی بسیار تنگ است. زندگی است که در او زندگی خیر نمیبینه، کامیابی را نمیبینه، همیشه او زندگی پرجنجال است. و این زندگی دنیا. اما روز قیامت و نحشره یوم القیامت اعما، کسی که از ذکر الله اعراض میکنه، از نماز اعراض میکنه، روز قیامت الله تعالی او را کور حشر میکند. و نحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما. اعتراض میکنه روز قیامت، چرا مرا کور حشر کردی؟ من در دنیا بینا بودم، جوان زیبا و قشنگ بودم، چرا تو کور حشر کردی؟ وقد كنت بصیرا، من در دنیا بینا بودم، چشم داشتم. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آیات خودم برات روان کردم، نشانه های خود برای تو بیان کردم و دین خود برای تو شرح دادم به ذریعه پیامبر و دین برای تو رسید، تو این دین فراموش کردی، این دین اهتمام برش ندادی، از این اعراض کردی. امروز هم تو گذاشته میشی، امروز تو هم فراموش میشی، امروز تو هم دیگر از رحمت الله تعالی محروم میشی و جایت دوزخ است.